من پیش از صبح. فصل 5. جمعه به بیمارستان رفتیم. خوشحالم که پیش از رسیدن به خانه آنها خبر نداشتم که قرار است ویل به بیمارستان برود، وگرنه تمام شب را بیدار می‌ماندم و از شدت نگرانی به خود می‌پیچیدم. نه اینکه رانندگی بلد نباشم، اما مهارتم در رانندگی شبیه فرانسه صحبت کردنم است. گواهینامه رانندگی داشتم، اما کمتر پیش می آمد رانندگی کنم و گاه 1 سال طول می کشید که دستم به فرمان اتومبیل بخورد. حتی فکر این که ویل را با آن صندلی چرخدار سوار ون بکنم و او را سالم به بیمارستان برسانم که در شهرک مجاور قرار داشت تنم را به لرزه می انداخت. تا هفته‌ها آرزو می کردم که کار روزانه‌ام طوری بود که می توانستم گاهی خانه را ترک کنم و این طرف و آن طرف بروم، اما حالا هر کاری که از دستم برمی آمد می کردم تا در خانه بمانم. کارت مخصوص بیمارستان ویل را روی پوشه شرایط جسمانیش گذاشته بودم. پوشه ضخیم که پر بود از نامه‌های حمل و نقل، بیمه، روش زندگی افراد معلول و قرار ملاقات‌ها. کارت را برداشتم و نگاهی به آن انداختم. وقت ویل برای مراجعه به بیمارستان همان روز بود، گرچه بخشی از وجودم امیدوار بود که ویل اشتباه کرده باشد. مادرت هم می آید؟ نه، او با من نمی آید. نمی توانستم حیرتم را پنهان کنم. گمان می کردم که مادرش آنقدر نگران حال ویل است که بخواهد همه چیز را در مورد او بداند. ویل افزود: قبلا می آمد، اما توافق کردیم که دیگر نیاید. ناتان چطور؟ مقابل او زانو زده و آنقدر عصبی بودم که غذا را روی پایش ریختم و می‌کوشیدم آن را تمیز کنم که بی نتیجه بود. با آنکه شلوارش کاملا کثیف شده بود، اما ویل چیزی نگفت. تنها از من خواست که دست از عذرخواهی کردن بردارم که حتی این موضوع نیز باعث نشد که از شدت نگرانیم کاسته شوم. چطور مگر؟ دلیل خاصی ندارد. نمیخواستم بداند که چقدر ترسیدم. تمام صبح را وقت گذاشتم و کوشیدم تا از دفترچه راهنمای مخصوص دستگاه بالا بر صندلی چرخدار ویل سر در بیاورم و گرچه چندین بار آن را مطالعه کردم، اما از شدت نگرانیم کاسته نشد. فکر این که به تنهایی باید صندلی او را 2 فوت از زمین بلند کنم به شدت وحشت زده می شدم. دست بردار کلارک، مشکلی پیش آمده؟ خب من فکر کردم که بهتر است دفعه اول کسی همراهمان باشد، 1 نفر که بداند چه کار باید بکند. او گفت: برای لجبازی با من؟ نه، منظورم این نیست. لابد دلیلش این است که نمیخواهی که من متوجه شوم چه مشکلی دارم. با جسارت تمام گفتم: تو کار کردن با آن دستگاه بالا بر صندلی چرخدار را بلدی؟ منظورم این است که می توانی دقیقاً به من بگویی چه کار باید بکنم؟ نگاه سردی به من انداخت. حتی اگر تصمیم به مشاجره داشت، آن را به وقت دیگری موکول کرد. سرانجام گفت: دلیلی منطقی است. بله، ناتان با ما می آید. او به خوبی بلد است از دستانش استفاده کند. از آن گذشته وجود او باعث می شود که تو اینقدر عصبی نباشی. من اعتراض کردم: من عصبی نیستم. کاملا مشخص است. آنگاه به زانویش نگریست که هنوز هم سرگرم تمیز کردن آن با 1 تکه پارچه بودم. من توانستم سس را از روی شلوارش پاک کنم، اما هنوز هم کاملا خیس بود. انگار که خودم را خیس کردم. هنوز کارم تمام نشده. سپس سشوار را به برق زدم و آن را به سوی شلوارش گرفتم. هنگامی که باد داغ به شلوارش خورد، او ابرو بالا انداخت. من گفتم: خب این دقیقاً کاری نیست که برای جمعه بعد از ظهر انتظارش را داشتم. تو عصبی هستی مگر نه؟ نگاه سنگینش را که به من دوخته شده بود کاملا احساس می‌کردم. خون سرد باش کلارک. اگر قرار باشد کسی قرولند کند، این منم که گرمای سشوار اذیتم می‌کنم. پاسخی ندادم. صدایش از ورای زوزه سشوار به گوشم میرسید. دست بردار. بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ اینکه کارم به صندلی چرخدار بکشد.
گرچه احمقانه به نظر می رسید اما نتوانستم نخندم. رابطه من و ویل لحظه به لحظه بهتر می شد و اکنون او می کوشید تا مرا آرام کند. ظاهر اتومبیل هیچ فرقی با اتومبیل‌های دیگر نداشت، اما هنگامی که در عقب باز شد تخته شیبدار بیرون آمد که یک سر آن روی زمین قرار می گرفت. با نظارت ناتان صندلی چرخدار مخصوص بیرون از خانه ویل را به سوی آن بردم. او یک صندلی چرخدار ویژه بیرون از خانه داشت و نگاهی به چراغ قفل ترمز آن انداختم و صندلی را طوری به روی آن بالا بر تنظیم کردم که به راحتی بالا بروم. سپس صندلی به راحتی هرچه تمامتر بالا رفت و در بخش عقب اتومبیل جای گرفت. ناتان روی صندلی مخصوص مسافر خزید، کمربند او را بست و چرخهای آن را نیز قفل کرد تا جا به جا نشود. من پشت فرمان نشستم، ترمز دستی را خلاص کردم و اتومبیل را به آرامی به سوی بیمارستان به حرکت درآوردم. هرچه از خانه دورتر می شدیم ویل بیشتر در خودش فرو می رفت. هوا سرد بود و من و ناتان شالگردنی را دور گردن ویل پیچیده و پالتو زخمی تنه او کرده بودیم، اما هنوز هم سردش بود و می لرزید. دندانهایش به هم می‌خورد و که می‌توانست به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن محیط بیرون از خانه باشد. هر بار که از آینه جلو به ویل نگاه می‌کردم او را می‌دیدم که به بیرون خیره شده. همچون همیشه نمی‌توانستم چیزی از چهرهش بخوانم. با آنکه ناتان کنارم بود باز هم احساس نگرانی می‌کردم و دلشوره داشتم که مبادا صندلی‌اش حرکت کند و به او آسیبی وارد شود. اما حتی هنگامی که اتومبیل را کاملا نگه داشتم یا ترمزهایی شدید کردم جز آنکه تکان می‌خورد اتفاق دیگری برایش نیفتاد. سرانجام هنگامی که به بیمارستان رسیدیم خیس عرق بودم. از سر بی‌حواسی 3 بار پارکینگ بیمارستان را دور زدم. دنبال جایی می‌گشتم که آنقدر باز باشد که بتوانم دنده عقب در آنجا پارک کنم. سرانجام در حالی که رفته رفته صدای هر دوی آنها در می‌آمد توانستم جای پارک مناسبی پیدا کنم. تخته شیبدار را پایین دادم و با کمک ویل صندلی را بیرون آوردیم. هنگامی که به درستی روی زمین قرار گرفت ناتان رو به من کرد و گفت کارت فوق‌العاده بود، که البته حرفش را باور نکردم. مسائلی هستند که تا وقتی که خودم یک صندلی چرخدار را همراهی نکرده بودم از وجود آن خبردار نبودم. یکی این که پیاده‌روها اغلب پر از آشغال و زباله هستند. دیگر این که هر چند قدم ناگهان به یک چاله برخورد می‌کردم. همچنین پستی و بلندی هایی که همواره سر راه قرار دارند. همچنان که به آرامی بیش می رفتیم و ویل صندلی چرخدارش را جلو می برد متوجه شدم که هر از گاهی چرخ صندلیش درون چاله‌ای می افتد و به سختی او را تکان می دهد. هر بار که به مانعی برمیخورد به سختی فراوان از او عبور می کرد و می دیدم چقدر عذاب می کشد. ناتان وانمود می کرد که متوجه نمی شود، اما می دانستم که چشمش به اوست. چهره ویل کاملا درهم و پریشان بود. مسئله دیگری که متوجه شدم این که رانندگان چقدر خودخواه هستند. اتومبیل خود را طوری پارک می‌کنند که امکان پارک کردن را از دیگران می‌گیرند یا چنان به اتومبیل‌های دیگر می‌چسبانند که یک عابر پیاده به سختی می‌تواند از میان آنها عبور کند، چه برسد به رد شدن یک صندلی چرخدار. آنقدر عصبی شده بودم که دائما زیر لب ناسزا میگفتم و حتی 1-2 بار هم تصمیم گرفتم یادداشتی اعتراض‌آمیز و تند برایشان بنویسم و روی شیشه اتومبیلشان بگذارم. اما ظاهرا ناتان و ویل به این چیزها عادت داشتند و در حالی که من و ناتان دو طرف ویل حرکت میکردیم سرانجام توانستیم رد شویم. از زمانی که خانه را ترک کردیم ویل حتی یک کلمه هم حرف نزده بود. ساختمان بیمارستان درخشان و کوتاه بود و بخش پذیرش آن بیشتر به سالن هتلی لوکس میمانست و احتمالاً با شرکت بیمه‌ای خصوصی قرار داد.
هنگامی که به باجه پذیرش رسیدیم، من عقب ایستادم و ویل نامش را به مسئول پذیرش گفت. آنگاه در طول راهروی دراز من دنبال او و ناتان رفتم. ناتان کوله پشتی بزرگی همراه خود داشت که پر بود از لوازم مورد نیازی که ممکن بود ویل به آن احتیاج پیدا کند و آن روز صبح جمع‌آوری کرده بودیم. آن روز صبح ناتان در مورد هر مشکلی که ممکن بود پیش بیاید برایم توضیح داده بود، اما هنگامی که چهره وحشت زده‌ام را دید گفت خوشحالم که مجبور نیستیم دائما این کار را انجام دهیم. هنگامی که ویل به مطب دکتر رفت من با او نرفتم. کنار ناتان ماندم و روی نیمکتی در اتاق انتظار دکتر نشستم که اصلا بوی بیمارستان نمیداد. لبه پنجره ها آراسته به گلدانهایی با گلهایی کاملا تازه بود، گلهایی غیر بومی که من نام بسیاری از آنها را نمیدانستم، اما به نظرم می رسید که باید اندازه واقعی آنها در طبیعت بزرگتر از اندازه آنها در این گلدان باشد. پس از آنکه نیم ساعت آنجا نشستیم من پرسیدم آنها داخل اتاق دکتر چه کار می کنند؟ ناتان که سرگرم مطالعه بود سرش را بالا آورد. تنها یک معاینه کلی است که باید هر 6 ماه یک بار انجام شود. برای چه؟ اینکه ببینند شاید بهتر شده باشد. او بهتر نمی شود. او آسیب نخاعی دیده. پس چرا او را فیزیوتراپی می کنی؟ تنها برای اینکه شرایط او بدتر از چیزی که اکنون هست نشود می‌کوشیم که از نرمی استخوان و نیز درد مفاصل او جلوگیری کنیم. هنگامی که دوباره حرف زد صدایش آنقدر آرام بود که انگار می‌ترسید با حرفایش مرا ناامید کند. لویزا، او دیگر هرگز نمی‌تواند راه برود. چنین اتفاقهایی تنها در فیلم‌های هالیوودی رخ می‌داد. تمام آنچه که از دست ما برمی آید این است که نگذاریم حرکت او از این چه که هست کمتر شود. آیا او به خاطر تو قبول کرد که فیزیوتراپی شود؟ زیرا من هر کاری که از او می خواهم انجام نمی دهد. ناتان چینی به بینیش انداخت. او این کار را می کند گرچه باور ندارم که به نتیجه آن اعتقادی داشته باشد. آن اوایل او کاملا مصمم بود و باور داشت که بهبود می‌یابد، اما پس از گذشت 1 سال که هیچ پیشرفتی ندید رفته رفته تمایلش را از دست داد، گرچه هنوز هم ادامه می‌دهد. به نظر تو آیا او باید به تمریناتش ادامه دهد؟ ناتان سر پایین انداخت. می‌خواهی واقعیت را بشنوی؟ او فلج شده که به دلیل آسیب دیدن نخاعش است و این یعنی هیچ روشی برای درمان او وجود ندارد. آنگاه دست روی قفسه سینه‌اش گذاشت و افزود هنوز راهی برای ترمیم آسیب دیدگی نخاع پیدا نشده. به در خیره شدم و به چهره ویل در زیر نور خورشید زمستانی اندیشیدم. چهره مردی که هر تعطیلات به اسکی می‌رفت. علم پزشکی روز به روز پیشرفت می کند مگر نه؟ منظورم این است که بالاخره در جایی مثل اینجا راهی برای مداوای او پیدا می کند. ناتان به سردی گفت اینجا بیمارستان خوبی است، جایی که هنوز زندگی در آن جریان دارد و فقط همین. ناتان به من نگریست، بعد سرش را در کتابش فرو برد و گفت بدون تردید. ساعت 2:01 بود که به پیشنهاد ناتان رفتم تا قهوه بگیرم. می گفت که چنین جلساتی اغلب مدت زیادی طول می کشد و گفت تا برگشتنم مراقب همه چیز است. اندکی در محوطه پذیرش پرسه زدم، نگاهی به مجلات انداختم و مدتی نیز در کافی شاپ آنجا چرخیدم. همانطور که انتظارش را داشتم هنگام بازگشت به راهم را گم کردم و مجبور شدم از چند پرستار راهنمایی بگیرم که 2 تن از پرستاران نیز نمی‌دانستند از کدام طرف باید بروم. هنگامی که به آنجا رسیدم قهوه سرد شده و راهرو نیز خالی بود. هنگامی که جلو رفتم متوجه شدم که در نیمه باز است. همانجا ایستادم. توانستم صدای خانم ترینور را در گوشهایم بشنوم که به خاطر رها کردن ویل مرا سرزنش می‌کرد. من دوباره خرابکاری کرده بودم. اما صدایی شنیدم که میگفت پس آقای ترینور 3 ماه دیگر شما را میبینم
برایتان قرص ضد درد نوشتم. برای نتیجه آزمایشات نیز با شما تماس خواهند گرفت که احتمالاً روز دوشنبه خواهد بود. بعد صدای ویل آمد. آیا می توانم این قرص ها را از داروخانه طبقه پایین تهیه کنم؟ بله، و اگر نیاز داشته باشید تعداد بیشتری به شما خواهند داد. آنگاه صدای یک زن را شنیدم. می توانم آن پوشه را بردارم؟ بنابراین متوجه شدم که کار آنها به پایان رسیده و تصمیم به ترک مطب دارند. در زدم و یک نفر از من خواست که وارد شوم. 2 جفت چشم به سوی من برگشت. دکتر در حالی که از جا بلند می شد گفت معذرت می خواهم. گمان کردم که فیزیوتراپیست هستی. در حالی که به در آویزان شده بودم پاسخ دادم من کمک پرستار ویل هستم. ویل در صندلی چرخدارش جابجا شد و ناتان پیراهنش را مرتب کرد. ببخشید، خیال کردم کارتان تمام شده. صدای ویل در اتاق پیچید. لویزا، ممکن است 1 دقیقه به من فرصت دهی؟ در حالی که زیر لب عذرخواهی می کردم برگشتم و از اتاق بیرون رفتم. صورتم سرخ شده بود. دیدن بدن عریان ویل نبود که باعث یکه خوردنم شد. چهره دلخور پزشک هم نبود که به چهره خانم ترینور با دیدن من شباهت داشت. حتی احساس حماقتی نبود که همواره در من پدید می آمد. این احساس بود که با وجود این همه دستمزد هرگز نمی توانستم کاری را درست و به موقع انجام دهم. انگار که روز به روز احمق‌تر هم می شدم. آنچه مرا شوکه کرد اثر زخم‌هایی عمیق بود که با وجود تلاش ناتان و مرتب کردن پیراهن ویل روی مچ دستانش دیدم. زخم‌هایی که اصلاً امکان پنهان کردنشان وجود نداشت.